همینقدر شیک و لاکچری آماده بشید بریم مهمونی. اگر لباست ساده است و دوست داری مثل این لباس تزیینش کنی و سادگی در بیاری به یک لباس مجلسی تبدیل کنی، تا آخر این ویدیو با من همراه باش. بزن بریم برای دیدن آموزش این مدل جذاب. متریال مورد نیاز این کار عزیزان: منجوق یا ملیل شکسته، مروارید یا کرستال. برای این لباس از مروارید و منجوق استفاده شد. بریم برای دیدن آموزش. برای شروع عزیزان، شما اول روی لباستون با فاصله تقریبا 1 سانت و نیم یا 2 سانت به این صورت خط صاف رو رسم کنید. روی لباس از 4 تا ردیف استفاده شده. حالا شما میتونید که بیشتر یا کمتر هم در نظر بگیرید. به این صورت از روی خط میام بیرون، نخم رو یک بست میزنم و مجدد ببینید سوزنم رو میارم بیرون. من اینجا مجدد با فاصله 2 سانت اینجاها رو علامت زدم. شما میتونید 1 سانت و نیم یا 2 سانت و نیم هم در نظر بگیرید. برای این کار عزیزان ببینید من 15 تا منجوق برداشتم. شما اگر منجوقتون ریز بود میتونید که از منجوقای بیشتر استفاده کنید یا همینطور از ملیل شکسته بیشتر استفاده کنید. و یه دونه مروارید حالا سایز 6 و 4 برای این کار کافی. یه دونه مروارید و مجدد 15 تا دونه منجوق برمیدارم. ببینید عزیزان من 15 تا منجوق، یه دونه مروارید سایز 4 و به این صورت که میبینید میرم تا آخر و حالا یه دونه منجوق سایز ریزتر برمیدارم. ببینید عزیزان یه دونه منجوق سایز ریزتر. با این منجوق کاری ندارم و مجدد سوزنم رو از داخل این متریال رد میکنم به این صورت. این رو با دستم منجوق رو نگه میدارم، نخم رو میکشم به آرومی. نه خیلی باید نخ رو بکشید، نه بذارید خیلی شل بشه. به حالت عادی که خودش رو نگه بداره کافی. به این صورت میرم داخل. ببینید عزیزان. خب برای اینکه این دوختا شل نشه و خیلی خوب در بیاد، اینجا کنارش من مجدد یک بست میزنم. شما سعی کنید که نخ همرنگ لباستون انتخاب کنید، اینجوری خیلی بهتره. و این خطوطای صاف رو هم با خودکار حرارتی رسم کنید. مجدد عزیزان ببینید من متریال برداشتم به همون اندازه، حالا به این صورت دوباره رد میکنم و تا آخر به همین صورت، به همین راحتی این دوخت رو تکرار میکنم. نخم رو میکشم. اگر از این آموزش خوشت اومد و دوست داری آموزش های بیشتری مثل این ببینی، حتما کانالم رو سابسکرایب کن تا ویدیوهای جدیدم رو از دست ندی. اگر از این مدل آموزش ها دوست دارین لطفاً این پست رو لایک کنید تا بدونم از این مدل آموزش ها دوست دارید تا آموزش های بیشتری رو براتون ضبط کنم. و یا اگر سوالی دارید یا مدل خاصی مد نظرتون هست که آموزش رو براتون بذارم، حتما تو کامنت ها بنویسید. خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. اینم از پایان کار عزیزان. شما تمام دوختا رو به همین صورت که دیدین انجام بدین. این ردیف دوم رو وسط قرار میدید و مجدد برای ردیف سوم شما باید بیاید تو همین راستای این دوخت بعدی رو انجام بدین. ببینید به این صورت تو همین راستای این قسمت این رو انجام بدید. اینم از پایان کار عزیزان. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه، ازش نهایت استفاده رو ببرید. اگر سوالی هم داشتید میتونید توی کامنت ها بپرسید. به هر چند تایی هم که بخواید به همین صورت ادامه میدین. از دوخت بعدی هم میاد، مثلا ردیف بعدی این قسمت باید بیاد دوخت بخوره، همینطوری روی هم دیگه این دوخت ها قرار میگیره. مرسی از همراهیتون.